نوستالژی ترین و کم هزینه ترین شیرینی که میشه بدون فراهمزن به راحتی توی خونه درست کرد همین نون پنجره ایه. درست کردنش خیلی راحته، اما 2 نکته خیلی مهم داره که باید بدونی. 1 لیوان نشاسته ذرت، 2 لیوان شیر. با همزن دستی همش میزنیم تا کاملا یک دست بشه. تخم مرغ‌ها رو بهش اضافه میکنیم. وانیل یا پودر هل. آره هم میزنیم تا کاملا تخم مرغ‌ها باز بشن. آرد رو بهش اضافه میکنیم. حالا با همزن دستی خوب آرد رو ترکیب میکنیم. برای اطمینان بیشتر از صافی ردش میکنیم. اجازه میدیم نیم ساعت توی دمای محیط استراحت بکنه. بعد از نیم ساعت استراحت دادن روغن سرخ کردنی رو داخل تابه میریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. قالب رو هم چند ثانیه توی روغن داغ میذاریم تا قالبمون هم داغ بشه. نکته اول این بود. نکته دوم، وقتی که قالب رو داخل مواد میزنیم باید مواد 1-2 میل پایین تر از سطح قالب رو بگیره که به راحتی از قالب جدا بشه. بعدم چند ثانیه تو روغن داغ نگه میداریم. وقتی که خودشو گرفت با تکون دادن قالب به راحتی ازش جدا میشه. بعد اجازه بدید روی دستمال آشپزخونه روغن اضافهش گرفته بشه. کاملا که خنک شد با پودر قند و پودر پسته تزیینش بکنید. همینقدر ترد و خوشمزه. نوش جان.